لحظه شروع حملات موشکی سپاه پاسداران بر خاک اسرائیل را در این ویدیو ببینید. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اللهم حملات موشکی و پهپادی بی سابقه ایران بر خاک اسرائیل در واکنش به حمله اسرائیل بر سفارت ایران در دمشق با واکنش‌های جهانی بسیار تند روبرو شده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از خطر بسیار واقعی تشدید تنش ویرانگر در سطح منطقه به گونه عمیق نگرانی نشان داده است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم گفته که به شدت حمله آشکار و غیر قابل توجیه ایران را محکوم میکنه. از ایران و نیروهای نیابتیش خواسته که فوراً این حملات را متوقف بسازند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، هم گفته که تعهدش برای حفظ امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و نیروهای نیابتیش آهنین و شکست ناپذیر خواهد بود. وزارت خارجه روسیه هم در بانشر اعلامیه از کشورها خواسته که از تنش بیشتر در خاورمیانه جلوگیری بکنه و به غیر مستقیم آمریکا را خطاب قرار داده که از بیشتر شدن این تنش ها در خاورمیانه خودداری بکنند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم حملات پهپادی ایران بر خاک اسرائیل را محکوم نکرده، اما از طرفهای درگیر خواسته که از بیشتر شدن تنش در خاورمیانه جلوگیری بکنند. در کابل اما وزارت خارجه طالبان موقف خیلی روشن داشته. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته که حملات پهپادی ایران بر خاک اسرائیل دفاع مشروع بوده. در اعلامیه از همه کشورهای تاثیرگذار خواسته شده که بر پایان جنگ در غزه فوراً دست به کار شوند. وزارت جنگ اسرائیل هرچند اعلام کرده که بسیاری از این حملات موشکی ایران رهگیری شده و خنثی شده، اما خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران، اعلام به نقل از مقام‌های دفاعی ایران اعلام کرده که این موشک‌ها تانسته هدف‌هایی را که از قبل ایران برنامه‌ریزی کرده بود مورد هدف قرار بده و این حملات را موفق‌آمیز توصیف کردند.
این هم آخرین سخنان وزیر خارجه ایران پس از حملات موشکی بر خاک اسرائیل در میان سفیران کشورهای خارجی در تهران. طبعاً در پیامی که به دوستانمون در کشورهای منطقه دادیم، از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع، قطعی و مسلم هست. لیکن ما امنیت همسایگان و امنیت منطقه را امنیت جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. به برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. تأکید کردیم که ما هرگز از توسعه تنش در منطقه استقبال نکرده ایم. لیکن هشدار دادیم چنانچه از فضا و یا سرزمین کشورهای مورد نظر ایالات متحده برای دفاع و حمایت جانبدارانه از تل‌آویو استفاده بکند، ناچارن پایگاه نظامی آمریکا در آن کشور مورد هدف قرار خواهد گرفت. ما قدردانی می‌کنیم از همسایگان و برادرانمان در کشورهای منطقه که این پیام رو به سرعت دریافت کردند و به ایالات متحده و دیگر طرفها تأکید کردند که لطفاً هر گونه جنگ رو از حوزه ما و سرزمین ما دور بکنید. ما نیز همواره نسبت به امنیت برادرانمان در کشورهای همسایه و در منطقه پایبند هستیم و سیاست همسایگی دولت جناب آقای دکتر رئیسی در اولویت‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. هرچند حملات پهپادی ایران به گفته مقام‌های دفاعی این کشور پایان یافته به اسرائیل، اما واکنش‌ها به حد داغ است که هنوز هم جنگ اسرائیل و ایران سرخط بسیاری از کشورها را تشکیل میده و حتی محتوای نشراتی بسیاری از رسانه‌های جهان تغییر کرده است. آخرین واکنش مقام‌های دفاعی ایران را در این کلیپ از ببینید که خبرگزاری تسنیم نشر کرده. در مقابل هر گونه تجاوز این اطمینان رو میدهیم که آسمان ما ناامنه برای متجاوزین و اگر دشمن در محاسبات خودش اشتباهی بکنه و هر گونه تجاوزی رو بخواد به آسمان کشور ما داشته باشه، قطعاً با ضربات مهلک و آتشین سامانه‌های پدافند هوایی کشور